بچه زوج خفنی. شما چند وقت تو رابطه این؟ خیلی ساله. جوریه که همین الان بگه جون تو بده امکان داره جونمو براش بدم. چند ساله؟ فکر کنم 25 6 ساله. 25 6 ساله با همین؟ شما من خودت چند سالته؟ من 26 سالم. خب چجوری میشه؟ من متوجه نمیشم. مادرمه. جدی میگی؟ به به. اصلا بهشون نمیخوره که مادر ایشون باشن ماشاءالله. من پیر شدم. عشق زندگیمه دیگه. شما اگر یه روزی پسرتون عاشق کسی بشه که شما حس خوبی بهش نداشته باشید، موافقید با وصلتش یا نه؟ همیشه بهش گفتم که عاشق نشه. ولی اگه یه روزی عاشق شد دیگه سلیقه‌شه دیگه. امیدوارم منطقی فکر کنه خوشبخت باشه. این خوشبخت باشه منم خوشبختم، خیالم راحته. شما اگر عشقت یه زمانی بگه که اولویتت باید من باشم، اصلا همچین شخصیتی که میگی تو زندگی من نمیاد. تو رفیق شیشه منی، هر جا برم پیش منی، واسه حال خوش من.